سلام، از سایت همدان استور در خدمتتون هستیم با یه ترفند آیفونی دیگه. در بعض مواقع پیش آمده که گوشی به دلیل بیشتر ماندن داخل شارژ باشه خب باسته یا پایین اومدن هلتسش شده. حالا من بهتون یه راهکار میگم که دیگه مطلع بشین که گوشیتون شارژ شونی از شارژ بکشین که باعث خراب شدنش هم نشه. فقط در آیفون حالت میتونه باشه. در گوشی دیگه هم هست، گوشی اندرویدی که بعداً فیلمشو براتون میذارم. برای این کار وارد برنامه شورتکات میشیم. اگر روی گوشیتون نصب نبود از اپ استور میتونید نصبش بکنید. برنامه رو باز میکنین، این گزینه دوم اتوماسیون رو میزنین، گوشه بالا نوشته مثبتی کشیدین، مثبت رو میزنین، میریم به پایین تا میرسیم به لول باتری. روی لول باتری کلیک میکنین، اون رو روی هر عددی میخواین قرار بدین. مثلا میذارم روی 100. بعد نکست رو میزنین. بعد اینجا سرچ میکنین که اسپیک تکست میاد، بالا میزنین روش. اینجا که نوشته تکست میزنین روی این و